قبل از اینکه من بیام تو این جلسه درد دل یک جوان فرامرزی که پیام فرستاده بود من گوش دادم، با گریه وارد اینجا شدم. میگه سالهای سالی که من حسرت کمال ایمانم دارم میخورم، میخوام داماد بشم، یک همسر حلال پاک عفیف که مادر بچه هم باشه، رفیق زندگیم باشه، همدم و هم نفسم باشه. چرا به من زن نمیدن؟ من زن میخوام دیگه. پدرها جنایتکار شدن، یک زن حلال میخواد، جوان میخواد، داد داره میزنه. بابا من زن میخوام. چرا این همه موانع رو میذاریم؟ 72 تا از دخترها و پسرامون امشب با کمترین هزینه ازدواج آسان ساده رنگ بکنیم، شرط و شروط نذاریم برای دخترامون و پسرامون. بعضی پدرها چپاولگر شدن، راهزن شدن. بعضی پدر خانما، پدر عروسا و مادر عروسا واقعا دزد سر گردنه هستن. اجازه بدید تا من این تعبیر رو بکنم. یه جوان آمده، جوان مومن، تحصیل کرده، درس خون، مومن، پاک، تلاشگر، عالی، صالح، نه اهل دوستبازیست، نه اهل مشروب، نه اهل دوده. چرا این همه بهانه میگذارید؟ این همه شرط و شروطی که ما انزل الله بها من سلطان، خدا نازل نکرده، همین دخترتو نابود میکنید. ازدواج باید مثل آب خوردن باشه.